وصف نماز. علما نماز را به صورت کافی شرح داده و گفتند نمازگزار رو به قبله می ایستد، پس از آن در دل خود نیت نماز را می کند. بعد از آن تکبیر تحریمه می گوید، سپس هر دو دست خود را تا شانه و یا تا گوشهایش بلند کرده می گوید الله اکبر. پس از آن دست چپش را با دست راستش قبضه می کند و یا اینکه دست راستش را بر دست چپش می گذارد و سپس سرش را پایین کرده و به موضع سجده اش نظر می افکند و دعای آغاز نماز را چنین می خواند: سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک. پس از آن اعوذ بالله خوانده و به دنبال آن بسم الله الرحمن الرحیم را به صدای پایین می خواند و بعد از آن به قرائت سوره فاتحه آغاز نموده با گفتن آمین خاتمه می دهد. پس از آن نمازگزار بعد از فاتحه سوره دیگری بخواند و یا بعضی از آیات قرآن را که برایش آسان باشد. در 2 رکعت نماز صبح و 2 رکعت اول شام و عشا قرائت به صدای بلند می باشد. نمازگزار بعد از اتمام قرائت در حالی که دستانش را بلند نموده تکبیرگویان به رکوع می رود و در رکوع دستانش را به زانوهایش می گذارد طوری که میان انگشتانش گشایش بوده زانوهایش را قبضه کند و پشتش را با سرش برابر می سازد. پس از آن 3 بار سبحان ربی العظیم می گوید. بعد از آن از رکوع بلند شده می گوید فرقی ندارد که امام باشد و یا منفرد، سمع الله لمن حمده، و می گوید ربنا ولک الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینهما و ملء ما شئت من شیء بعد. مستحب است که دستانش را همان گونه که در حالت قیام بود ببندد. نمازگزار تکبیر میگوید و پس از آن به سجده میافتد. اول زانوهایش به زمین میرسد، بعد از آن دستانش، پس از آن پیشانی و بینی او. دستانش را در برابر گوشها و یا شانه‌هایش به زمین میگذارد و انگشتانش به سوی قبله بوده و ساعد دستانش را از زمین بلند نموده و بازوانش را از پهلوهایش دور می دارد و شکمش را از رانهایش نیز دور می سازد و 3 بار می گوید سبحان ربی الاعلی و دعای بیشتر در سجده می خواند. بعد از آن تکبیرگویان سرش را بلند می کند و دستانش را بلند نمی کند، در حالی که کف پای چپش را خوابانده و کف پای راستش را راست قرار داده و انگشتانش را به سوی قبله متوجه کرده می نشیند و کف دستانش را بر رانهایش باز گذاشته و انگشتانش را متوجه قبله کرده و می گوید اللهم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واهدنی وارزقنی. پس از آن تکبیر گفته سجده دوم را مانند اولی انجام می دهد. پس از آن تکبیرگویان سرش را بلند می کند و جلسه کوتاهی می نشیند که جلسه استراحت گفته می شود. بعد از آن تکبیرگویان برای رکعت دوم در حالی که به دستانش تکیه زده بلند می شود. پس از آن رکعت دوم را مانند اول می خواند ولی دعای استفتاح یعنی سبحانك اللهم را نمی خواند. هرگاه نمازگزار 2 رکعت اول را ادا کرد برای خواندن تشهد می نشیند به گونه‌ای که کف پای چپش را می خواباند و کف پای راستش را بلند می کند. دستانش را روی دورانش می گذارد، کف دست چپش را باز می سازد، انگشتان کوچک و حلقه را جمع می کند و انگشت میانه را با شست دست راست حلقه می زند و با انگشت اشاره در هنگام تشهد اشاره می کند و نظرش را به آن متوجه می سازد و می گوید التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و هرگاه نمازگزار هنگامی که پاهایش را در وضعیت مطلوب و صحیح در نشستن برای تشهد و یا بین 2 سجده بگذارد احساس درد شدید کند، برایش مجاز است تا در هر وضعیتی که راحت باشد بنشیند، زیرا مشقت و سختی سهولت و آسانی را به بار می آورد و اگر نماز بیش از 2 رکعت بود
تکبیرگویان در حالی که دستانش را بلند نموده برمیخیزد. در رکعات بعدی به جز سوره فاتحه سوره دیگری نمیخواند. در تشهد اخیر به حالت متورک می نشیند، طوری که بر مقعد خود نشسته پای چپش را پهن نموده از زیر پای راست بیرون می کند. آنچه در تشهد اول آمده است را می خواند و زیاده از آن می گوید: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. و سنت است تا دعایی را که در حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است بخواند: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياء والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. و نمازگزار در پایان نماز به سمت راست خود چنین سلام می‌دهد: السلام علیکم و رحمت الله، و همچنین به سمت چپش نیز سلام می‌دهد. آنچه که گذشت را حدیث عایشه رضی الله عنها خلاصه می‌کند که در آن چنین فرموده است: رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز را با تکبیر آغاز می‌کرد و قرائت را با الحمدلله رب العالمین، و زمانی که رکوع می‌کرد سرش را نه بالا و نه پایین می‌کرد، بلکه میان این دو. وقتی سرش را از رکوع بلند می‌کرد به سجده نمی‌رفت قبل از اینکه راست بایستد، و هنگامی که سرش را از سجده بلند می‌کرد به سجده نمی‌رفت مگر اینکه درست می‌نشست، و بعد از هر دو رکعت التحیات می‌خواند و پای چپ خود را پهن می‌کرد و کف پای راست خود را راست قرار می‌داد و از عقبه شیطان نهی می‌کرد، و همچنین از پهن کردن مرد ذراعش را چون درندگان، و نماز خود را با سلام دادن پایان می‌داد. و نمازگزار بعد از اتمام نماز می نشیند تا ذکرهای نماز را بخواند که از آن جمله است: استغفر الله 3 بار، و نیز اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، و نیز گفتن لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. و از دیگر ذکرهای نماز گفتن لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون می باشد. همچنین سنت است تا بعد از نماز 33 بار سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر بگوید، و بعد از آن لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بگوید، و نیز قرائت آیت الکرسی و سوره اخلاص و سوره فلق و سوره ناس می باشد. و از دیگر ذکرهای پس از نماز گفتن اللهم اعنی على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، و نیز بعد از سلام دادن از نماز فجر می گوید اللهم اینی اسألك علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا. و در همه آنچه گفته شد زنان مانند مردان در وصف نماز می باشند، زیرا دلیلی برای تخصیص افعالی برای زنان وجود ندارد.